اداره روسلخوزنادزور ولایت‌های ساراتوف و سامارای روسیه روز 2 فوریه خبر داد که از 1 ینوار سال 2022 کارمندانش در فرودگاه‌های کروموچ شهر سامارا از 695 مورد کوشش به قلمرو ولایت سامارا وارد کردن محصولات ممنوع پیشگیری کردند. از جانب متخصصان اداره از بغاج دستی مسافران از جمهوری تاجیکستان و ازبکستان بیش از 1 تن و 800 کیلو محصولات تحت کرانتین مصادره کرده شد. همه این محصولات مصادره شده در حجم 1.8 تن تحت نظارت متخصصان روسلخوزنادزور طبق قانونگذاری روسیه نابود کرده شد. گفته می شود در اطلاع این اداره قبلا اداره روسلخوزنادزور ولایت‌های ساراتوف و سامارا با جنبست ماه اول سال 2022 خبر داد که کارمندانش در فرودگاه گاگارین شهر ساراتوف از اول سال جاری بیش از 1800 بغاج مسافران را تفتیش کرده در 65 مورد از تلاش به قلمرو ولایت ساراتوف وارد کردن محصولات ممنوع پیشگیری کردند. در بغاج دستی مسافران از جمهوری تاجیکستان بیش از 110 کیلو محصولات تحت کرانتین مصادره کرده شد. همه این محصولات مصادره شده در حجم 110 کیلو تحت نظارت متخصصان روسلخوزنادزور طبق قانونگذاری روسیه نابود کرده شد. گفته میشد در اطلاع روسلخوزنادزور ولایت‌های سامارا و ساراتوف این نهاد میگوید زمینه حقوقی مصادره چنین محصولات از مسافران تاجیک قرار روسلخوزنادزور از 16 اپریل سال 2012 است که به مسافران به قلمرو روسیه وارد کردن میوه و سبزیجات از تاجیکستان و ازبکستان و آذربایجان را منع میکند. از 5 مارس سال 2019 به مسافران از ازبکستان اجازه دادند که با خود تا 5 کیلو میوه و سبزیجات یا خشک میوه بیارند، ولی به مسافران از تاجیکستان این قریب 10 سال باز به روسیه بردن میوه و سبزیجات منع کرده شده است.